اپوزیسیون سال زرتشت ملاک نیست. من درویشم، درویش ملاک نیست. در اپوزیسیون سال فقط نجات مردم، پمپاژ خرد و اندیشه و اینکه مردم خوشبختشن، پولدارشن. پس اون ریستارتی رسید به یه جایی گفت عرفان حلقه یا ریستارت؟ عرفان حلقه رفت، بدبخت شد. ریستارتی ای که عرفان حلقه ای بود وارد اپوزیسیون ریستارت شد، در انتخاب بین دین و اپوزیسیون ریستارت دینش انتخاب کرد. همین عامل بدبختی جمهوری اسلامی بوده، همین عامل بدبختی حضور محمد رضا شاه پهلوی بوده، همین عامل بدبختی مشروطه بوده که در دوران مشروطه گفتن پادشاه باید مسلمان باشد. پادشاه اول باید شعور داشته باشه. یه گاوی مثل محمد رضا شاه چیزی شاه شده هستن، یه اولاغی مثل محمد رضا شاه چیزی شده شاه. یعنی ما آدمی باسوادتر، فهمیده‌تر، بزرگتر، با شخصیت‌تر، فهیمتر، انسان‌تر از محمد رضا شاه نداشتیم.